سلام علیکم بینندگان عزیز، خوش آمدید در کانال یوان تیجی. با شما این روز یک خبری خوش رو میتوانم رساند. داروی ضد کووید 19 در روسیه پیدا شد. اویفاویر اولین داروی ضد بیماری سرایتی کرونا ویروس را وزارت تندرستی روسیه برای استحصال اجازت داد. طبری که ریا نووستی خبر میدهد، اویفاویر از جانب فاند سرمایه گذاری مستقیم روسیه و گروه شرکت‌های خیمرر تهیه کرده شده است و علاقه اجازتنامه استحصال این نمود داروری را به دست آورده‌اند. اویفاویر اولین داروی مستقیم ویروس ساخت روسیه است که در آزمایش‌های کلینیکی ثمره خود را نشان داده است. داروی مذکور از پخش‌شوی کرونا ویروس در بدن انسان پیشگیری می‌کند. اویفاویر نه تنها داروی آنتی ویروسی علیه کرونا ویروس در روسیه به قید گرفته شده است، بلکه ممکن امیدوار کننده ترین داروی ضد کووید 19 در جهان باشد، گفت دیرکتور گنرال فاند سرمایه گذاری مستقیم روسیه کیریل دیمیتریف. قبلا اکادمیک دیمیتری پوشکر اعلان کرده بود که اولین دارو برای تبابت کرونا ویروس در بازار روسیه ماه ایون پیدا می شود. به گفته طبیب، با استفاده از این دارو تبابت سرایت کرونا ویروس از یک هفته زیاد دوام نخواهد کرد. اگر به شما این ویدیو پسند آمده باشد، به دوستانتان روان کنید که تا آنهایم بفهمند.